یکی دیگه باید بزنه. دور گرفت این ضربه سومه، رسید به برزو. بگیر تورانی، همه را از شکست. برزو جفت پا آمد زمین، اما بازوها خم نشد. دوست و دشمن گفتن احسن احسن. رستم گاوتر انداخت، سپرش آوردن. برزو نشست، رستمم اون طرف. براشون غذا آوردن، با نوشیدنی شربت خوردن. سگ نفس احیا. حالا رستم 3 ضربه زده، 3 ضربه باید بخوره. همه دارن نگاه میکنن. رستم خودش رو سبک کرد، سپر را آوردن جلو. رستم رفت زیر دایره سپر. برزو کشیده اسب دیگه براش آوردن، حریف رو گرده اسب به چرخ در آمد. اما دل ایرانیا گفت 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 داره میزنه. همه چشم دارن ایرانیان، نگاه میکنن ببینن تکلیف این 3 ضرب چه میشه.